به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو کانال یوتیوب من. مهندس گودسیه هستم، بازیکن تیم ملی فوتبال، بازیکن لیگ برتر، رکورددار اروپایی گینس، مربی رسمی AFC و همینطور کارشناس علوم ورزشی. میخوایم با هم توی این ویدیو 10 تا دریبل فوق کاربردی رو با هم یاد بگیریم. فقط قبلش لطفا این دکمه لایک رو بزن و کانال من رو سابسکرایب کن که از این به بعد کلی قرار آموزش‌های خفن داشته باشی. برای این حرکت تو گام اول یه پرش داریم، همزمان توپم با داخل پا میبریم به سمت پایی که باهاش پریدیم. ببین یه بار دیگه. بعد با خارج پای راستمون میزنیم به سمت مخالف. ببین 1 2. دوباره 1 2. برای این حرکت خیلی نباید به مدافع نزدیک بشیم. وقتی که به فاصله 1.5 متر رسیدی یه بدن میذاری. برای بدن اول جوری باید بدن تو بذاری که مدافع با همون حرکت بدنش تغییر کنه، جهتش تغییر کنه. این حالت انگار که نشون میخوای بدی بری اونوری. بعد دوباره همین پا رو بلند میکنی، با خارج پا یه ضربه میزنی و با تمام سرعت باید بری به سمت تو. برای این حرکت هم مثل حرکت قبل نباید خیلی به مدافع نزدیک بشی. با پای غیر تخصصی پا رو دور توپ میچرخونی، بدن میذاری به طوری که با همون بدن اول مثل حرکت قبل مدافع تغییر جهت بده. ببین خیلی واقعی و پر انرژی باید این کار رو انجام بدیم. بعد که مدافع تکون خورد با خارج اون یکی پا که باش پا به توپ بودید میزنید جهت مخالف و حرکت به سمت توپ. این حرکت خوراک وقتیه که تو کورسی با مدافع و میخواد یه تغییر جهت سریع بدی. حالا چجوری انجام میدیم؟ یه ضربه با بغل پا میزنی، بعد با بغل اون یکی پا از پشت این یکی پات یه بغل پای دیگه میزنی و این حرکت رو خیلی باید سریع انجام بدی که اون مدافع جا بمونه. از این حرکت هم که برای لای زدن استفاده میکنیم. حالا چه جوری؟ یه کف کشی که مدافع برای اینکه توپ تو رو بخواد بزنه یه پا بندازه، به خاطر همین پاش یه مقداری باز میشه. دقیقاً همون لحظه‌ای که کفو کشیدی با پای پشتی، با بغل پای پشتی اون لحظه یه ضربه میزنی و توپ به همین راحتی از لایش رد میشه. این که بخوای درست اجراش کنی و سریع خیلی مهمه. در این صورتی که لایی ما انجام میشه. برای این حرکت هم تا قبل اینکه خیلی به مدافع نزدیک بشیم، اول یه بدن میایم و پامونو از رطوب رد میکنیم. همزمان که داریم رد میکنیم با بغل پایی که پشت مونده یه ضربه میزنی و بعد همین پا رو دوباره از جلو میاری. اوکی، پس شد یه بدن میای همزمان با بغل پای پشتی یه ضربه میزنی، با همون پا سریع تغییر جهت میری. این حرکت هم دقیقا مثل حرکت قبلیه. مال زمانیه که این حرکت رو چند بار اجرا کردی، مدافع دست تو خونده. مثل همون روند دریبل قبلی بدن میذاری، پا رو رد میکنی، همزمان بغل پا میزنی. این سری به جای اینکه ضربه رو بخوای بزنی، این سری دوباره یه شوک میدی، یه تغییر جهتی بدن دیگه و با خارج همون پا به توپ ضربه میزنی و از مدافع فاصله میگیری. این دریبل رو اگر لبه خط درست اجرا کنیم واقعا ردخور نداره. اگر ما اینو خط در نظر بگیریم، یه بدن میذاری، بعد دقیقاً با همون پایی که بدن گذاشتی میچرخی و با خارج پا یه ضربه میزنی و از مدافع فاصله میگیری.
این حرکت هم که پلس شاید خیلیاتون بلد باشید، عضو یکی از دریبل‌های رنگین کمانی به حساب میاد. اینوری اجرا میکنم که راحت‌تر ببینید. پاشنه یه پا رو میذاریم جلوی توپ، بعد با بغل پای پشتی توپو میاریم بالا و بعد با تمام قدرت و همینطور سریع با پاشنه پا توپو هل میدیم به سمت بالا و جلو که از بالای سرمون بیاد پایین. این نکته هم باید حواستون باشه تا قبل اینکه به مدافع نزدیک بشید باید این حرکت ها انجام بدید، چون اگر خیلی نزدیک بشید به مدافع آسیبش خیلی بالاه و برخورد میکنید و کار تمومه. این حرکت هم ورژن ساده شده دریبل شماره 4. حالا چجوری انجامش میدید؟ قبل اینکه خیلی به مدافع نزدیک بشی یه ضربه با خارج پا میزنی که مدافع تکون بخوره، بعد دقیقاً با همون پا از پشت اون یکی پا با بغل پا یه ضربه میزنیم و سریع تغییر جهت میدیم. خب اینم از 10 تا دریبل کاربردی. امیدوارم که نهایت استفاده از این 10 تا دریبل ببرید. یادتون نره که چنل من رو سابسکرایب کنید. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید چون بهم انرژی میدید و قراره کلی آموزش از این به بعد توی چنلم براتون بذارم. توی صفحه اینستاگرام هم کلی آموزش کاربردی براتون گذاشتم که آیدیش این زیره، میتونید فالو کنید و از آموزش‌ها استفاده کنید. اگرم که میخواید فوتبال خیلی سریع و راحت یاد بگیرید چنل منو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم.